شما میدونید مرز بین واقعیت و رویا کجاست؟ تکنولوژی کمک کرده تا بشه غیر ممکن ترین لحظات تجربه کرد. هیچ چیز غیر ممکن نیست. هما تلکام تقدیم می کند. خدایا چه روزیه، چه صبحیه، چه غم سنگینی روی دلمه. همیشه میترسیدم از این روز محالود. لحظه لحظه حرفای پدرم توی گوشم صدا میکنه لحظه‌ای که بهت گفت مرتضی برادر، رفیق، هم سفره، هم کار نکن، آروم بگیر، امون بده. صدا میکنه همه بارهایی که جلوت وایساد و گفت مرتضی داری تند میری. گفت نظامی اول از همه باید نظم و نظام خودش رو حفظ کنه، بی نظمی نکن مرتضی. گفت گرفتن حق کار تو نیست، بسپار به اهلش. انقدر تند رفتی که دیگه نخواستنت، انقدر تند رفتی که رسید به امروز. منو ببخش آقا مرتضی، من امروز باید پای وظیفم وایسم. آبستان اومد. بیا تو. سلام. سلام. آقا اینو بخونی؟ این چیه؟ یه نفر این نامه رو من داد گفت برسونم به شما. چی بود؟ مشخصاتشو نده. لایحه‌ای که توش نوشته درسته؟ قبول میکنی؟ نه خیر. تمام جلسات این دادگاه الانی برگزار میشه. تبعات نداشته باشه. اهمیتی نداره. مرد اگر اومد فردا دوباره چی بهش بگم؟ دیگه نمیاد. جواب نامش رو تا چند دقیقه دیگه ابتدای جلسه دادگاه به صورت شفاهی میگه. بچه ها
نماینده دادستان فرزاد سایه مو رو از ماس میکشه بیرون، نمیشه پیچوندش. فقط همون چیزایی رو که با هم چک کردیم میگین. خب بقیه‌شو بسپاریم به من، خودم درستش میکنم. به نام خدا. این جلسه اولین جلسه رسیدگی به این پرونده است. پرونده‌ای که جنجالی شد، ابعادش رسانه‌ای شد و احتمالاً مردم خیلی در موردش صحبت میکنن. بنابر قانون اصل بر اینه که کلیه محاکمات به صورت علنی برگزار بشن و من در این پرونده دلیلی ندیدم که بخوام دادگاه رو غیر علنی برگزار کنم. من همینجا به همه کسانی که در این دادرسی شرکت دارن اخطار میکنم که در زمان محاکمه برخلاف حقیقت، قانون، وجدان و ادب صحبت نکنم. اعلام میکنم که از این لحظه جلسه دادگاه رسمی است. نماینده محترم دادستان لطفاً جهت دفاع از کیفرخواست و بیان دلایلتون جهت اثبات اتهام انتصابی به متهمین حاضر بشید. چشم. با اجازت. بسم الله الرحمن الرحیم. ریاست محترم و مستشاران محترم شعبه دوم دادگاه انقلاب، با عرض سلام. در خصوص اتهام آقایان وحید قدیری، امیر مقدم، روحام انگاشته و خانم‌ها درسا انگاشته، باران رحمانی، شیلا سرمد و آنگینه مارکاریان داعی بر مشارکت در افساد فی‌الارض از طریق احراق و تخریب اماکن مختلفه با مواد منفجره و پخش مواد سمی و میکروبی، با این وصف که متهمین با تشکیل یک گروهک اقدامات مجرمانه‌ای را انجام داده‌اند و خودسرانه با تهیه مواد منفجره اماکن خصوصی را منفجر کرده و به آتش کشیدند. جالب اینجاست که در خصوص این پرونده شاکی خصوصی وجود ندارد. اماکنی که هدف اقدامات مجرمانه متهمین بوده مربوط به افرادی است که خودشان در حال ارتکاب جرائم سازمان یافته و مافیایی بودند که در این خصوص نیز پرونده‌ای برای تعقیب متهمین اخیرالذکر در دادسرای عمومی و انقلاب تشکیل شده است که بنا به مصالحی از پرداختن به جزئیات آن معذور. لذا با عنایت به گزارش مراجع انتظامی و امنیتی کشور که دلالت بر تشکیل گروه مجرمانه توسط متهمین پرونده را دارد و نظر به این که اولاً متهمین در کمال صحت عقل به ارتکاب جرائم موضوع کیفرخواست در مراحل مختلف تحقیق اقرار داشتند که به عقیده این جانب اقاریر متهمین مقرون به واقع می باشد و ثانیاً با توجه به تمامی مدارک و مستندات پرونده که شرح کامل آن در کیفرخواست صادره وجود دارد و به متهمین و وکیل ایشان نیز ابلاغ شده است، انتصاب به زه افساد فی‌الارض به متهمین محرز و مستنداً به ماده 286 قانون مجازات اسلامی از محضر محترم دادگاه برای متهمین تقاضای اشد مجازات یعنی اعدام را دارد. لطفاً برشیدید آقای سایی. من متهم خانم آنگین مارکاریان لطفاً جهت دفاع از خودتون در برابر اتهام انتصابی در جایگاه قرار بگیرید. سلام. سلام خانم.
خانم آنگین مارکاریان. خانم آنگین مارکاریان، نحوه آشناییتون رو با گروهک 7 و همینطور نحوه شکل‌گیری این گروهک رو با قید زمان و مکان برای دادگاه لطفاً توضیح بدید. آقای قاضی ما گروهک نیستیم. ببخشید من عذر میخوام. ببخشید من همین اول جلسه عذر میخوام. یه حرفی. سرکار خانم مارکاریان، اینجا برای ما فقط جوابهای سرراست و صریح شما به سوالایی که مطرح میکنیم مهمه. هیچ چیز دیگه مهم نیست. بله حتما. آقای قاضی. بفرمایید. بله، با عرض سلام. من فکر میکنم که تو شروع این دادگاه این حجم از تنش از طرف آقای سایی در شأن این دادگاه نیست. سرکار خانم کاویان، من گمان نمی کنم که این دادگاه احتیاج داشته باشه که شما شأنش رو بهش یادآوری کنید. آقای سایی، خانم وکیل، لطفاً با آرامش و احترام ادامه بدید. بله، چشم. خانم مارکاریان بفرمایید لطفاً. ایده اولیه گروه 7 توسط سرپرست گروه یکی از دوستامون اردلان سلحشور مطرح شد. رفاقتتون کی و از کجا شروع شد؟ حدود 5 سال پیش توی کمپ دانشجویی توی شمال. بعد هم اردلان پیشنهاد گروه 7 رو بهمون داد. اردلان سلحشور الان دیگه جزو گروهتون نیست که اینجا حضور ندارن؟ اردلان رو 2 سال پیش کشتن. شب بخیر گلهای قشنگ من بیدار میمونم. شما آروم بخوابین. آروم آروم. وقت استراحته. وقت خواب. وقت لالایی. چیه؟ فکر کردم خوابی. ببین خوبم؟ کجا میری؟ گفتم امشب تولدم. ساعت چنده الان؟ 3. باشه من خودمو میرسونم. نمیخوام. به جای اینکه بگی 3 ساعت منو ببری، بذار بگی بخوام. باستا بگی بشین.
دیگه هم به من پیله نکن. خوابو میگی؟ این هم وقت به خاطر گلات بیداری شد یه بار به خاطر من بخوابی؟ فقط یه بار شهروز. یه بار مرور کن ببینم. امشب تولد 32 سالگیمه. دوستام اونجا رو معرفی کردم، فیلماشونو توی اینستاگرام دیدم، قراره جشن تولدم اونجا بگیرم. تلاش هم میکنم با یکی دوتاشون رفیق شم. خب چجوری تلاش میکنی؟ یه کارش میکنم. اول خوب برو توشون ببین مدلشون چیه، بعد همشون رو دعوت کن بیاد. اینجا؟ آره. فکرم زود نیست. دیرم هست. بچه هم همه باید میان. اینا؟ بله. باید شلوغش کنیم. من که دارم یکی دو نفر رو با خودم میبرم. کمه. پس یکم بخوابی. اون حوله منم بده. این خان نصفش زیر زمینه حرومزاده. چطور؟ داره بازی میده منم. پیشنهاد این بچه ها رو خود من به همه دادم. حالا بهم رسوندن که داره زیرابی میره مردی که. حالا کی خبر رسونده؟ لیلا. اون زنشه یا دشمنش داره اینطوری آمار میده؟ میری پاش بیفته تو آمار منو نمیدی؟ معلومه که نه. اوه حیوان! حواست کجاست؟ اوش 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 اوش! باشه واسه ببینم کی به تو گفت بیا اینجا؟ گم شو پیکاره! شهروز من بهش خوردم. همه برید سر کارتون! من بهش خوردم. ساکت! باشه واسه ببینم. اسمت چیه؟ تینا. تینا؟ بله. سهیلا معرفی کرد؟ بله. خوبی؟ گریه نکن تینا جان. طوری نشده که ارسیه ننت بوده افتاده آره؟ جمع کن ببینم. اینم جمع کن. اینم جمع کن. اینم جمع کن. شهروز بس کن. ساکت گفتم. تو میدونی هر یه دونه از اینا چقدر زحمت بابتش کشیده شده؟ میفهمی یا نه؟ میفهمی؟ قد گاف نمیفهمی؟ اخور ببینم اینا رو. اخور! بس کن شهروز. یکی دیگه بجو! یکی دیگه حالا انگوش کن تو حلقت. حالا بخور. حالا کثافت تو بخور. آها. ستیوای لاین A، ایندیکای لاین B. تستش کن. الان رو مودش نیستم، دارم میرم اونجا موقع میریزم برم. خیلی خوب پس فعلا نزنیم توشو کنم. هر وقت رو مودش بودی تستش کن. تست میکنم. بگرد ببین لیدر اینا کیه، درآمدشون چقدره. میشه قبل از اینکه برم یه خواهشی بکنم؟ دستگی داری چی باشه؟ جون نگین، تو این 2-3 ساعتی که اونجا منتظرم یه ذره بگیر بخوام. که حرف حالیت نمیشه تا نه؟
عالی شد. کیکتون باشه یا ما براتون سرو. اگه ببری که خیلی ممنون میشم. کجایین شما؟ بله دیدم. پشو این پشو شما با اون نگاه سرزیشتری دلو در جا میبری زیر و رو میکنی دل آدم و ولی نمیمونه از فری به خدا ناراحت میشم. یک بات به خدا ناراحت میشم. بهش نمیچسبه. در مورد کار میخوام با تحت بزنم. جا خسته نباشی. چقدر رنگ موهات باحاله. خیلی بهت میاد. واقعا. مرسی. یه ذره سوزوندتش ولی خوبه رنگش. نداره بابا آبرسان میزنه موه دیگه بلند میشه. میگم این گروهتون خیلی کول و خوش انرژی ان. خیلی خوش آمد ازشون. خوب شد تولدم اینجا گرفتم. یه خاطره خیلی خوب میشه. ما خیلی خوشحال با شما خوش گذشته. ببین کلی کیف کردیم. کلیا. فقط نمیدونم چرا اینقدر کم استوری و پست میذارین. چرا؟ ادمین خیلی خوب میخوایم پیج رو میکشه بالا. خیلی اهل فضای مجازی نیستیم آخه. واقعا؟ جالبه. شنیدم صدات میکنن آنی. آره اقلیتی؟ البته اسمم آنگین است بهم میگن آنی بچه. مثلا آنی جالبه. اسم جالبیه بانم که خوشم میاد. اون وقت من چی صدات کنم؟ عالیه. شما اگه مشتری دائم ما بشی همون آنی. من همینجا قول میدم. ببین گوش بده من آنی صدات میکنم. خب خدا رو شد شاید با هم رفیقم شد. حتما چرا که نه. چقدر هوا دل آنی امشب نه؟ ببینم این همه اینجا رستوران و فست فود اینا هست اذیتتون نمیکنن؟ چی گفتین هوا چیه؟ این هوا یعنی مثلا خیلی باصفاه باحاله. مثلا اصطلاح ما میگیم دل دیگه. اونطوری پس. آنی من حالا میتونم شماره تو رو داشته باشم؟ حتما چرا که نه. من خب بگو 0912 الان آماده میشه. آخ سرم کیچ میره. خود میزنی. وحید روحامانی جمع شین کارتون دارم. اردلان درستا یه سیب زمینی 2 نفره بچه ببخش من الان میام. آنی باران بفرم. ببخشید یه چند لحظه صبر کنید معلومه. ببین آنی ما یه مزرعه پرورش شتر داریم تو دل کبیر. ببین یه جای خیلی باحال خوبیه. حالا یه روز با گروهتون پاشیم میان اونجا چرخی بزنیم. ببین اصلا همین بنا خب اونجا میتونیم با اینو کلی منبع درآمد داشته باشیم. اصلا یه فضایی داره. ببین حتما میام. قول ببین گروهتون هم نتونستن میان خودت یه روز پاشو بیا ما هم بریم چرخی بزنیم چیلی کنیم آفرودی کنیم. آفرود؟ آره بابا. بله بیا دیگه. بله حتما میام کبیر میبینمتون خیلی. یادت نره. نه بله چی شده؟ خب بچه‌ها ما جمعه شب دعوت شدیم یه مهمونی خیلی بزرگ توی کردان برای پذیرایی. چقدر بزرگ؟ چقدر میدن؟ به اندازه درآمد 10 شبمون الو دیدی نذاشتی بخوابم؟ حدست درست بود. اینا دارن یه برنامه میذارن برای جمعه شب کسی که دعوت شدنه. خیلی خب پس ما هم بقیه‌شو میذاریم جامعه. حالا تا جمعه جوری میکشمش کبیر. پس میخوام به زنگ بزنم. باش. کیف داد ها؟ تیمار درست میگه اسمشو؟ آره اسم اینجاست. یعنی چی؟ فامیلی شریک همه دیگه. اسم شهروزه. شهروز تیمار یه استانش کم خیلی باحال. بابا یه رگه‌ای داشته باشی بیا اینجا سرمایه گذاری کنی دیگه. جایی بابا سوزوندی بده من خالص.
مرسی. سلام، خوش اومدی. هانی نگین اینجا، نگین اونجا، نگین همه جا. دوستای قدیمی هستین؟ نه، آنی از بچهای گروه هفته که تولدم چشون گرفته بودم. آقای شهرروز تیما. خیلی خوشبختم. اصلا فکر نمی‌کردم این شکلی باشی. اومده بود مزرعه پیشم. نگفتی به من؟ خب نبودی دیگه. اینجا چیکار می‌کنی تو؟ مسئولیت پذیری شما امشب با منه. به یعنی فقط شما از ما پذیرایی می‌کنی؟ بله، هر چی خواستین فقط خیلی به من. خوبه که اگر خودت بدی کدوم برمی بشی؟ لیمونات. ای جان، خب پس می‌بینمت دیگه. خوش آمدی آقای تیمار. پیر سگو ببین. هر چه داری از این پیر سگ داری بچه. جون، دختره کی بود اینجا باش خوشو بش می‌کردی؟ کی نگی؟ آره، قیافش واسم آشنا بود. بابا همون دختر که جلوی من باش تولد گرفتی، من رفتم کبیر پیشش، اون بود. اینجا چیکار می‌کرد؟ نمیدونم، ولی با همین چند روز تیمار اومد که منزل شطور مال اون بود. فکرم یارو خیلی کله گنده است. عجب. کار نداری؟ خوشگل شدی. به ببین چه دستپختی رسید. من گروهتون رو خوب میشناسم. واقعا؟ آره، قبلا ازتون غذا گرفتم. نگینم من گفتم تولدشو پیش شما بگیره. تا حالا من فکر می‌کردم نگی ما رو به شما معرفی کرده. دستپخت منم خوبه. خیلی اهل شکلات نیست. بخور، قند نداره. خودم درست کردم. شکلات درست میکنین، شطور دارین، مثل که شیخ خیلی تو زندگی شما تاثیر گذاره. بردار، اگه نخوری ناراحت میشم. چشم. مرسی. امری نیست. بخور. حالا دارم میرم میخورم. همینجا بخور. خوشمزه است. بشین. یه لحظه. بهترم میشه. سب کن مزهش بشینه تو جونه. رقیق بزرگی. بشین. خیلی کار دارم واقعا. یه دقیقه بشین. ناراحت میشه. حساسم خیلی. جان. کارتون انگار خیلی گرفته. جان؟ میگم مثل که کارتون خوب گرفته. بله، خدا خیلی دوستمون داره. خب حتما همینطوره. یکی از وناتون هم کافه است. بله، اگه سفارش چیزی داریم بگیم من براتون بیارم. همه چی هم داریم. همه چی که البته ندارین، شکلات ندارین. چطور من عمده بهتون شکلات بدم همراه قهوه و چایتون سرو آقا کنم؟ شکلاتاتون رو تبلیغ کنی یا پورسانت هم میخواین؟ هر دوش. امشب ممکنه بقیه هم این پیشنهاد بهتون بدم. اینجا همه شکلات درست میکنن؟ شوخی نگیر، پولش خیلی خوبه. پس جدیه. من باید با لیدرم صحبت کنم. امری نیست؟ پس بگو با آرام بیاد. کی؟ شما مگه بارانو میشناسی؟ عجیبه. میگی بیاد؟ بله. یکی دیگه بردار. یکی خوردم، ممنون. استعدادشو نداری، بگو با آرام بیاد. ناراحت شدیم برمیده. شکلات خوردن استعداد نمیخواد که. اوه
اوه چه خوشحالی. مگه اومدی فانفار؟ کجا میری خوشگله؟ دارم میرم تو. میری توی سر برو پیش تیمار کارت داره. تیمار کیه؟ مهمون من. نمیشناسی؟ معلومه نمیشناسم. ولی اون خیلی تو رو خوب میشناسه. بلا شدی. چته تو؟ ذهنم خیلی مشغول. خب ذهنت مشغوله، نوشابه چرا میریزی زمین؟ نوشابه ضرر داره نه بابا. باران منو پیچون بلا میگه من تیمار رو نمیشناسم. تیمار رو میشناسم. روحم گفتم بهت تیمار گفت بگو باران بیاد. باران رو میشناخت. مگه هم دیگه رو میشناسن؟ آره با تیمار یه جوری گفت بگو باران بیاد. دختر خالش شیطون شده این باران. کجا میری؟ میرم از اردلان سوال بپرسم. دوری آی دوری یه برگر مریض خیلی گشنمه. الان بعد یه تیریدی میزنم. اردلان اصلا روحش هم از این جریان خبر نداره. لطفاً برای من مشکل درست کن. چیزی نمیخواد؟ نه ممنون. میخوای کمکت کنم؟ نه آنی مگه تو مهمون نداری؟ شما اصلا اردلان نمیشناسین. اون اگه بفهمه اینجا قیامت میکنه. من اصلا دلم نمیخواد. سلام. بارو من یه دقیقه باید حرف بزنم. برو الان من میام. الان آنی وایسادی که بله کایزه فشار افتاده قدم افتاده. میتونم یکی دیگه هم شکلاتو بخورم؟ بله. است که خیلی هم بی‌استعداد نیستی. خیلی خوبی ها. اتفاق افتاده؟ نه چطور مگه داشتیم گپ می‌زدیم؟ باران رو فرم نبود. نه اوکی. شما پیشنهادتون دادیم. داشتیم حرف می‌زدیم یه دفعه رفت. چیزی نمیخوای؟ نه تو نمیخوای دیگه؟ نه خیلی خوبی ها. بیام. اردلان به خدا داری اشتباه میکنی. باران بحث نداره که تو دیگه امشب سمت این آدم نمیری. تمام باشه من نمیرم ولی تو باید حرف منو باور نمیکنم. اردلان به روح مامانم به جون خودت تا همین امشب من اصلا اسم یارو رو نمیدونستم. برای چی اینجا وایسادین؟ بریم به کارتون برسیم ببینم. برین. برانی برو به کارت برس. چرا وقتی این پیشنهادو بهت داد نزدی تو گوشش؟ بزنم تو گوشش؟ تو حالت خوبه؟ تو خودت بودی میکردی؟ بعدم مثلا نمیدونستم یارو میخواد چی بگه. بعدم که اومدی تو دیگه من یعنی تو با این آدم در ارتباط نیستی؟ خجالت بکش. وایسا جواب بده. یعنی نمیدونستی ازت چی میخواد؟ نه نمیدونستم. معلوم میشه. اردلان چیه؟
چشه چرا انقدر قاطیه؟ جوشیه چرا انقدر؟ رفیقت میگم چشه چرا انقدر عصبیه؟ خوبی؟ چی گفت؟ چیزی نگفتیم، حرف از معامله میزدیم، همونه که به تو گفتم. از پول بعدش میاد؟ خیلی خر بس بده من. نه خوبه. چی شد؟ چی بهش گفتی؟ پسر شهره، میترسم برامون دردسر درست کنه. تا همینجا باش. آنی جان، آنی خوبی؟ آره خوبه. برای که دروغ گفتی؟ برای که هنوز هم داری دروغ میگی؟ شب کنید تموم شد. شب کنید بشید تفیله. بلایی سرت بیارم. چی شد؟ بلایی سرت بیارم. یه بلایی سرت بیارم. مرغای آسمون با آره گریه. آقا جایی من تو. فروشگاه زنجیره شهروند از سرمایه گذاران و صاحبان ملک دعوت به همکاری می نماید. برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت شهروند مراجعه و یا با شماره تلفن 4884 تماس حاصل فرمایید.